نمیدونم چرا معلومه ولی کلی بادکنک دارم. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. سلام علیکم، چطورین؟ این ولی سال نوین تولده تنهاییم در خاک آمریکاست. برخواهم کیک پختم. دوستان مثل چون آخر هفته است پیش خانواده هاشونن، هفته بعد قرار برنامه بچینیم. پس در نتیجه من الان تنهایی باید جشن بگیرم. ناراحت نیستم، با همه دوستان ویدیو کار کردم، چت کردم از صبح و اینا. دیگه خالیه دیگه. نمیم شما ها وانس اپان تایم رو دیدین یا نه، ولی شخصیت اما اولین اپیزود این شکلی شروع میشه که شخصیت اما شمع تولد 30 سالگیشو فوت میکنه و تق 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 بچهش در میزنه و میاد و کل زندگیش عوض میشه. خب obviously من که بچه ندارم ولی خیلی اونستو دارم چون شما تنهایی دارم روشن میکنم و آرزومو تنهایی دارم میکنم و تقریبا هیچ کس نیست که شما با شوت بکنم جز خودم. حالا شمایی که دارم فیلم باهاتون به اشتراک میذارم. این اولین فیلم چنل منه. خواستم صبر کردم تا تولدم و خواستم اولین فیلم قبل از اینکه حالا همه کارا رو شروع بکنم، ایده ها رو بدم و همه چیزا، یه فیلم خیلی صاف و صادق و نباشه و خیلی خودم باشم و در یکی از مهمترین روزهام باشه و مهمترین روز در زندگی من اول تولدمه، بعد احتمالا از این به بعد 25 مرداد باشه، روزی که مهاجرت کردم و حسای مختلف. دلم برای دوستام، خانوادم خیلی تنگ شده ولی اونم صدای چای سازه. حتی میخوام در اینم حتی نویزشو نمیگیرم چون که این یه زندگی دانشجوییه. شام یه پاسته خیلی بدمزه خوردم. فقط تنها چیزی که به خودم رسیدم اینه که کیک همون کیک مشکل کردم. بادکنکی که دوستان برام توی پاکت گذاشته بودن اونا رو باد کردم و خودم خوشگل شدم و الان میخوام شمعمو روشن کنم، آرزومو بکنم، بعدم فعلا خدا حافظ تا فیلمای بعدی. روشن نمیشه. شمع صورتی باربی. شمعم از ایرانه. بادکنک و شمعم از ایرانه. آرزومو نمیگم چون اگه بگم برآورده نمیشه. خودم میشمارم از 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. تولدم مبارک. در آینده یا حتی همین الان که دوست داشتین سابسکرایب هم بکنین. محتوایی فعلا ندارم ولی شروعه دیگه، هر چیزی یه شروعی داره و تولدم مبارک.